سلام بچه ها، اومدم یک ولاگ از روند کار پدیکورم رو با شما به اشتراک بذارم. قبل از که مراجعه کننده بیاد تمام وسایلم رو آماده میکنم، گانم رو میپوشم، دستکش و پودودیسکام رو آماده میکنم. مراجعه کننده اومد، دستکش رو میپوشم، گانم هم پوشیدم و ماسکم هم میزنم و شروع به کفسابی میکنم. همونطور که میبینید پا خشکی داره و بر اساس نوع خشکی پوست یدک مناسب رو انتخاب میکنم و شروع به کفسابی میکنم. همونطور که میبینید حولرم پهن میکنم و حتما مسائل بهداشتی رو رعایت بکنید. اسپری ضد عفونی کننده زدم و بر اساس نوع پوست پاشون و آسیبی که داره یدک مناسب رو سوار دیسکم میکنم و شروع به کفسابی میکنم. همونطور که میبینید کفسابیمو شروع کردم و حواسم هست که آسیب بیشتری به پا نزنم و میبینید که تو این مرحله دارم روغن تراپی میکنم که با این روغن اگر خشکی توی پوست هستش با این روغن برطرف بشه. همونطور که میبینید از دیسک اسفنجی استفاده کردم که با کمک این دیسک روغن رو به خورد پوست پا میدم و روغن تراپی میکنم و تمامی خشکی پوست پا برطرف میشه و در آخر با کمک یک ماسک شروع به ماساژ میکنم و دیگه روغن رسانی و آب رسانی و نهایی به پوست پا وارد میکنم که دیگه اگر خشکی داره برطرف بشه و حتما تو این مرحله ماساژ رو بدین تا کاملا خون در پوست پا گردش پیدا بکنه و درمان بشه و نکات مراقبت های بعد از پدیکور هم به مشتری میبینید که توی این مرحله دیگه هیچ آسیبی توی پا نیستش. این هم از یک ولاگ از کار من بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خداحافظ.